الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، قول راجح در مسئله به بلاغت رسیدن دختر و پسر، آیا یگون سن سال معین دارد یا علامت معین دارد؟ البته در مسئله به بلاغت رسیدن و حد معین، یک سال معین کردن، علما در بین همدیگر اختلاف کردند. مذهب ابو حنیفه رحمه الله میگن که دختر اگر 9 ساله باشد، پسر اگر 12 ساله باشد، این به بلاغت رسیده و هر یک چیزی که الله سبحانه و تعالی از بلاغت رسیده ها طلب میکند، اینها هم همچنین مسئول هستند که به جا بیاورند این طلب های الله سبحانه و تعالی را و اینها مکلف هستند میگن. و قول راجح رو وقتی که ما نظر میکنیم با احادیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومده و به سلف این امت به متقدمین نظر میکنیم، میبینیم که البته این حدی که گذاشته شده است که دختر 9 ساله و پسر 12 ساله به بلاغت میرسد درست نیست. پسر یک چند علامت ها دارد و دختر هم یک چند علامت ها دارد. علامت پسر این اولا برآمدن موی در جایهایی که موی میبرارد، در زیر ناف، مثلا در زیر ناف برآمدن موی. وقتی که موی برآمد، اگرچه خوب ندیده باشد، احتلام نشده باشد، یعنی اگرچه سن سالش جوان باشد، مثلا 10 ساله است، 12 ساله است، 11 ساله است، فرق ندارد. وقتی که موی برآمد در زیر نافش حکمی بلاغت داده می شود. دلیل چیست؟ دلیل این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بعد از جنگ خندق، بعد از جنگ احزاب آمدن به نزد بنی قریظه که یهودی هایی که به رسول الله خیانت کرده بود، حکم کردند سعد ابن معاذ که کودک هایشون رو اسیر میگیریم اما مردهاش رو قتل میکنیم. و جوان هایی که بودن اونها رو از کجا فهمیدن که مرد است یا سنی سالی حالا به بلاغت نرسیده است؟ از زیر نوفش، به زیر نوفش نظر کردن که مو برآمده است یا نیست. اگر مو برآمده باشد همچون مرد کشتند، مو برآمده نباشد همچون کودک، یعنی همچون کسی که به بلاغت نرسیده است، آزاد کردند. پس این دلالت میکند که به زیر نوف هر مرد یا که هر پسر بچه و هر دختر بچه موی برآمد، در این حالت چی است؟ این به بلاغت رسیده است. یعنی این علامت مشترک بین زن و بین مرد است، بگیم بین دختر و بین پسر بچه است. وقتی که در زیر نوف دختر بچه یا که پسر بچه موی ظاهر شد، باید بدانند که این به بلاغت رسیده است و مکلف است. این مکلف به انجام دادن طلب های الله سبحانه و تعالی است، یعنی حجاب بستن به دختر و البته نماز خواندن و غیره به پسر و دختر به همه. علامت دوم، این بارک الله فیکم، حیض برای دختر بچه است. یعنی برای دختر وقتی که یک دختره که یعنی به بلاغت حالا نرسیده اولین بار حیض دید، دانید که این به بلاغت رسید و بعد از این مکلف است. فرقی ندارد که سن سالش یعنی 9 ساله است، 10 ساله است، چند ساله نباشد. وقتی که حیض دید و اثبات شد که این حیض است، پس به بلاغت رسیده است. و سومین علامت، این علامت باز مشترک بین پسر و دختر، این احتلام است. یعنی یکی از اینها، مرد بگیم این پسر یا دختر، وقتی که خواب میبیند احتلام میشود، در خوابش جنوب میشود. پسر یا دختر وقتی که در خوابش جنوب شد، پس باید فهمیده شود و باید همون پسر و دختر داند که به بلاغت رسید و مکلف است و فرضها رو باید طلبات های الله سبحانه و تعالی رو به جا بیاورد. و علامت دیگری دختر رو میگند این ظاهر شدنی، یعنی کمی صدر او هست، یعنی صدر دختر کمی یعنی بزرگتر. البته این علامتی البته که اختلافی است، بعضی از علما این رو ضعیف هم میگند، لیکن این باب فایده به شما ذکر کردیم. و بعد از این باز علامتی، یعنی بعد از این که مثلا به سن 15 رسید، سن 15 این 100% سن بلاغت است. انا سن 15 100% سن بلاغت است. هر کسی که به سن بلاغت رسید، اون احتلام ندید، او بگویم حیض ندید، یعنی این دخترک حیض ندید، احتلام ندید، به زیر نوفش موی بیرون نشد، یگان علامتی بلاغت رو ندید، به
سن 15 سالگی رسید، به مجرد 15 ساله شدن این انسان به بلاغت میرسد. به مجرد 15 ساله شدن این انسان به بلاغت میرسد. بارک الله فیکم. پس مختصرا میگیم که علامت های به بلاغت رسیدن این به زیر نوف برآمدن موی هست، این احتلام شدن یعنی خواب دیدن و احتلام شدن است، جنابت رسیدن است و سن سال 15 ساله به سن 15 ساله رسیدن است. و یک علامت زیادتی برای دختر این چی است؟ بارک الله فیکم، دیدن حیض است. 4 علامت دارد، 3 علامت مشترک بین زن و مرد است، بین دختر و پسر است و یک علامت خاصی زن است. یعنی زن 4 علامتی بلاغت شدن دارد و پسر 3 علامتی بلاغت شدن دارد. اگر این علامت ها بگوییم علامت خواب دیدن احتلام شدن، جنابت رسیدن یا به زیر نوفش موی برآمدن یا که زن حیض نبیند، این دختر حیض نبیند، یگان این علامت ها نشود، سنش به 15 رسد، او را مکلف گفته می شود و به بلاغت رسید گفته می شود. خیلی که حدیثی صحیح به این دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که به یک جهاد فرضی یعنی جوان ها می اومدند و می گفتند که ما می رویم، سن سال اونها رو می پرسیدند. اگر 14 ساله باشد یا از 15 پایین باشد اونها رو قبول نمی کردند، وقتی که 15 ساله شده بود اونها رو قبول می کردند. این دلالت میکند که سن سال 15 خیلی که جمهور علمای سخن رو میگن این سنی 100% به بلاغت رسیدن است. اما وقتی که علامت پیش از سن 15 سالگی به وقوع آمد، به وجود آمد، در این حالت پسر یا دختر وقتی که سن خودش خورد است، مثلا 8 ساله است، 9 ساله است، 10 ساله، 11 12 چند ساله تا 15 ساله باشد، وقتی که علامت بلاغت دیده شد او را حکم به بالغ کرده می شود و مکلف است. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.